سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر. انشالله که یک روز خوب و خوش را آغاز کرده باشین. امروز سومین جلسه از آموزش زبان آلمانی در کانال Learned Deutsch mit استاد نجم داریم. موضوعی که امروز همراه شما بحث میکنیم موضوعی به نام پرسونال پرونومن یا ضمایر فاعلی به تو گفته میشه. پرسونال پرونومن، ضمایر فاعلی. ما در زبان آلمانی 9 تا ضمیر فاعلی داریم. ich که به معنای من، du که به معنای تو، es sie که هر سه تا به معنای او. متاسفانه خیلیا این اشتباه تلفظ میکنن، میگن و اس و زی به معنای یا میگن او مرد، او خونسا و مؤنث بره از اینو گفته میشه. در کل هیچ کدام از اینو معنا رو نمیده. و اس و زی هر سه تا به معنای اوه، ولی کاربردهای از اینا برای او مذکر، اس برای اوی خونسا و زی هم برای اوی مؤنث استفاده میشه. خود اینا معنای اور میدن، ولی کاربرد اینا برای مذکر مؤنث خونساه. و میشه ما، و میشه ما، و میشه ما، توها، زی و زی میشه شماها و آنها. زی اول با اس کلان نوشته میشه که به معنای زی شما یا شما محترمانه که بهتون گفته میشه. زی دیگه هم به معنای آنها گفته میشه. ولی از اینو نکته قابل بحث چیه در اینجی؟ نکته قابل بحث اینه که از کجا بفهمیم که در کل اسامی ما کجا برای مذکر و مؤنث و خنثی استفاده کنیم. در زبان آلمانی متاسفانه یک نکته‌ای داره که ما شما باید دانه دانه بفهمیم که به کجا کدام اسم آیا مذکر هستن یا خنثی هستن یا هم مؤنث هستن. ما باید هر اسم همراه آرتیکل اینا از بر بکنیم. اینا رو به معنای آرتیکل میگن. در و دس و دی هر سه تا به معنای آرتیکل های مذکر بس اینا گفته میشه، یا آرتیکل های معین که باشین. برای از اینا گفته میشه در و دس و دی به معنای آرتیکل های معین. هر آن اسمی که اولی آرتیکل در داشته باشه یعنی مذکر باشه، شما ضمیر فاعلی ار بزو استفاده بکنید. هر آن اسمی که دست داشته باشه شما از ضمیر فاعلی اس، و هر آن اسمی که دی داشته باشه شما از ضمیر فاعلی زی میتونیم برای از استفاده بکنید. پس از اینجا ما میتونیم تشخیص بدیم که به کجا از کدام یک از این سه تا استفاده بکنیم. یا چون باشه مذکر و مؤنث هیچ ربطی در زبان آلمانی به جنسیت مرد و زن بودن نداره. یعنی میتونه یک چوکی مذکر و مؤنث داشته باشه، دیوار، دروازه و هزاران کلمه و هزاران بخش ما میتونیم توسط از اینا دسته‌بندی بکنیم. پس پرسونال پرونومن ضمایر فاعلی 9 تا بود. ایش، دو، اس، زی و زی و زی و ار و اس و زی هر سه تا به معنای او معنا میداد، ولی ار کلمه ما که آرتیکلش در باشه ما از ار، اگه دست باشه از اس و اگه دی باشه از زی استفاده میکنیم. این میشه نکات از اینا. یک نکته دیگه هم که در پرسونال پرونومن ضمایر فاعلی باید شما بفهمید اینه که فرق بین این زی و این دو تا زی آخر از کجایه. یعنی ما در زبان آلمانی باید از کجا بفهمیم که وقتی در جمله ما زی میاد این زی منظوری او مؤنثه یا این زی شما محترمانه یا زی که به معنی آنهایه. این کدامشه که ما شما باید اینا دانه دانه بفهمیم. این یعنی تشخیص زی ها از یکدیگر انشالله جلسه بعدی بعد از صرف فعل ها برای شما خواهم گفت. ختم جلسه سوم. موفق و کامیاب و پیروز باشید.